دوستان، همکارای عزیز، غیر از این که تو اینستاگرام حالا یه سری چرت و پرتی ببینید و به دردتون نخوره، یه چیزی بگم به درد همکارای خودم میخوره، تراشکارایی که کف تراش دارن. ببینید این سرویس نگهداریشو حالا خیلی طولانیه، چون من دیروز سرویس کردم، گفتم یه ویدیو بگیرم یه چیزی بذارم به درد شما بخوره. عرضم به خدمتتون که شما برای اینکه سرسیلند رو میبندید دور باشه، زیاد لازم نباشه کاغذ بذارید، بعد این فلنجتون رو ریگلاژ کنید. حالا ریگلاژ به چه صورته؟ من این سرسیلند رو کفش هم زدم، کف تمومه. ببینید دستگاهی که من دستگاه رو 10 ساله دارم، اونجا سرویسش که میکنم قشنگ مثل روز اول بدون دقیق، بدون خط و خط، بدون ایراد برای من. حالا یکی از راه تنظیمش رو بهت بدم. ممکنه شما یه موقع ببندید خیلی لازم باشه کاغذ بذارید تا 4 طرف بگیره. این ایراد فلنج، ایراد پایه نیست، ایراد تنظیم نبوده فلنج. حالا تنظیمش چجوریه؟ من اینو دیرو تنظیم کردم ولی خب به شما یاد میدم. ببینید این بالا اینجا 4 تا، اینجا خب روتور ما این موتور اینجاست، یه روتور داره که سر و تهش دو تا بلورینگ میخوره، یه بلورینگ اینجاست. حالا برای تنظیمش کارخونه اینجوری گذاشته که شما این 4 تا پیچ و آلنیه رو شل میکنید از 4 طرف این هم که اینجا باشه، از 4 طرف 4 تا آلنی دیگه میخوره تو کمر این بوش ما، توپی ما، کمر توپی از 4 طرف داره. شما برای تنظیم یه سرسیلند حالا میتونید برای اینکه شما باید 4 طرف تنظیم باشه. ببینید ما یه بالا و پایین داریم، یه چپ و راست، بالا پایین بعد تو یه خط باشه، یعنی تیغچه وقتی اینجاست با تیغچه زمانی که پشت کاره باید صفر باشه. منتها به خاطر اینکه سمت راست دستگاه یعنی چپ ما جارو کنه، تیغچه ورداره، بعد چپ 15 صدم تا 20 صدم بالاتر پایینتر از راست باشه، یعنی راست درگیر نشه، فقط چپ درگیر بشه. دلقش چجوریه؟ شما یه سرسیلندی که کف زدید و میبندید، حالا این سرسیلندی که بخوای ببندید چپ و راستشو میتونی کنی همین حالت خوبه. شما تیغچه رو میارید چپ، اگه تیغچه رو بتونم نشون، تیغچه رو میارید چپ. حالا من اینو تنظیم کردم دیگه به همش نمیزنم، یه جوری بار میدی که این تیغچه با اینجا نوکش مماس بشه. بعد دوباره فلنج رو میچرخونید، تیغچه رو میارید راست منتها راست چپ و راست. اینجا که مماس شد، چپ مماس شد، راست یه جور فیلر هم میتونی با فیلر هم این کارو بکنی. یه جوری باید تنظیم بکنی که راست 15 صدم بالا باشه. چه جوری؟ اگر به اصطلاح به سمت چپ میخواد بره، این بعد از اینکه این 4 تا پیچو شل کردید، این پیچو یه مقداری این آلن رو شل میکنید، این آلن رو یه ذره صفر میکنید، به اصطلاح این محور ما یه مقداری اینجوری میشه. حالا برای جلو عقب همین سرسیلندی که یه مقداری این پایه‌ها رو نزدیک کنید، سرسیلند رو به این صورت قرار بدی، میای جلو، تیغچه رو جلو قرار میدی، عقب. جلو عقب باید صفر باشه. اگر نامیزون بود، مثلا خواستید محورتون به سمت عقب بره که یه دست بشه، اینو صفر میکنید، این پشته رو شل میکنید، تنظیم شد، در آخر این 4 تا پیچو صفر میکنید. یا علی مدد. اینم گفتم که به دردتون بخوره. ما اینو ببینیم الان دستگاه رو که ما گفتم تازه سرویس کردم. این چابین قاعدتا باید تنظیم باشه. الان اونور گره، این برم گره، اینجا 2 تا خطی انداخت، اینجا هم به سریع 4 صدم دیوار بدیم ببینیم. تقریبا گرفت. این یه با ایراد سرسیلند دیگه به نظر من، چون از صفمون 3 نقطه گرفت. ببینید اینجا هم البته یه تاچ ریزی اینجا کرد. ببینید اینجا گرفته، اینجا گرفته، اینجا گرفته، اینجا گرفته. من فقط یه کاغذ گذاشتم چون خود سرسیلند یه مقدار لقی داشت، من همون اول یه کاغذ یه باقی کاغذ گذاشتم. من خود سرسیلند ببین 4 نقطه‌مون گرفت. این یعنی قشنگ تنظیم. زیاد لازم نباشه کاغذ بدیم. الان من دوباره چند صدم بار بدم. یه تاب سرسیلند باقیش که داریم، ببینید اینجا 2 طرف اونو داریم، اینجا هم 2 طرف داریم. اینو اگه دقت داشته باشید
اگه بتونم نشون بدم قشنگ داره از یه سمت این خط مشخصه داره اینجا جارو میکنه. یعنی سمت چپ دستگاه قشنگ داره برمیداره ولی سمت راست چیزی درگیر نیست. یه 15 سالون 20 سالون بعد تو تنظیم سمت چپ یعنی چپی که شما رو بهش هستید راست دستگاه میشه چپ شما. چپ پایین تر باشی قشنگ یه دست جارو کنید این مشخصه فیکسه داره قشنگ جارو میکنه. روش تنظیم این دستگاه های کفتره به درد همکارای محترم میخوره. ببینیم آخر نتیجه رو ببینیم. این دستگاهی که تقریبا 10 ساله برای من داره هر رو کار میکنه تا من سرویس نگهداریش رو موقع انجام میدن. افتی خط و خشی هیچی نداره. کار فاینالش رو ببینیم. خب اینه تفکیک زن یه دست رو عالی. منم مسئول علمبرد هستم اینجا تراشکاری قانون.